آقا سلام. اینو میخوام اینجوری تست بگیرم یه 10 دقیقه ببینم چجوریه. پای من بچه ها سر جاشه، شکم من خیلی کاتر شده، بدنم خیلی بهتر شده. خب این خونه هم اگه دلتون تنگ شده نگاه کنید. بعد 10 سال من حاجی اینستاگرام ندارم. خب آره این پایه اینجاست، همه چی سر جاشه. امروز خانم کلینره اومد اینجا رو تمیز کرد، خونه رو تمیز کرد و اینا. آره $100 براش گذاشتم، یادتون بود $75 بود دیگه، براش 100 میذارم. آره اینو خریدم. خب بذار وایسا، این چیزای یونیورس و اینا رو بهش وصل میکنم. وایسا دستم نخوره قد نشه. اینو بزرگ نمیشه که. وایسا ببینیم اینجوری بذار. عجب عملی هستی. وایسا حاجی من چون این پایین نمیاد آقا شرمنده این کشمه. حاجی خدا هم نکنه بیناموس بخواد بازی در بیاره. خوبه اینو گرفتم. ارتفاع من میترسم دیگه. خب اینو خریدم که از ارتفاع دیگه نترسم. اینو وصل میکنم اینجوری. اینا جان هوایارو باشه. ماله مریخ می چی میگم به خاله خود غواص؟ نه این چی میگن؟ فضانورد باشه پسر قدیم یوتیوبری. بچه ها یکی از به من میگن یکی از موفق ترین ایرانی های بیرون ایران تو یوتیوب.